سلام دوستان، یه داستان ترسناک ارسالی دیگه داریم از یکی از عزیزانمون که به گفته خودش این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. سلام، این خاطره که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به تابستون میشه. ما توی واحد 2 طبقه زندگی میکنیم. تابستون که میشه طبقه بالایی ما میرن محلشون میمونن. خیلی کم پیش میاد بیان خونه. تو تابستون هم ظهر که میشه معمولا خونه تنها، چون وقتی من میام بقیه سر کارن. بعضی وقتا که حوصله‌ام سر میره میرم پشت بوم خونمون که یکم هوا بخورم و وقتم بگذره. اون روزم پشت بوم نشسته بودم که یهو صدای مامانم رو شنیدم که صدام زد. فکر کردم شاید پشت در مونده صدام میزنه. از پشت بوم آویزون شدم، پایین رو نگاه کردم اما مامانم نبود. دوباره صدام زد، رفتم ببینم شاید تو بیوت باشه اما هرچی نگاه کردم نبودش. گفتم شاید اشتباه شنیدم اما کاملا واضح صدای مامانم رو شنیدم. تنم مورمور شد. زنگ زدم مامانم، گفتم مامان کجایی؟ گفت که هنوز داخل شهره. منم گفتم جدی میگی؟ گفت آره. که باز صدام زد. مطمئن بودم مامانم نیست. ترس برم داشت. به مامانم گفتم فقط زود بیا خونه. صدا هم همینجوری پشت سر هم به گوشم میخورد. یکم خودم رو به بیخیالی زدم تا آروم بشم. رفتم آهنگ گوش دادم. یکم بعدش دلم رو زدم به دریا. بدو با سرعت خیلی زیادی رفتم پایین. تمام مدت حس میکردم تنها نیستم. اینم بگم که منو خیلی اذیت میکردن. از بچگی طوری منو اذیت میکردن که بدنم همیشه کبود میشد. بعد از اون روز بازم صدا میشنیدم. گاهی صدای برادرم بود، گاهی مامانم، بعد خانوادم. دیدم که واقعا قضیه جدیه، چون طبقه بالایمون هم میگفت صداش میکردن وقتی کسی نبوده. اون روز رفتیم پیش دوانویس خیلی معروفی هم بود. گفت که اون از هر طریقی میخواد ارتباط بگیره. یه مدتی با برداشتن و قایم کردن وسایلم این کارو میکرده که توجه جلب نشده و بعد شروع به صدا زدنم کرده تا با من ارتباط بگیره. بعد دعا نوشت و گفت اصلا نباید بهش پر و بال بدم و نباید بهش اهمیت بدم. بعد از اون روز منم همین کارو کردم، ولی دیگه خیلی وقتی ساختمون خالیه خونه نمیمونم و هیچ وقت تنها نمیشم و خیلی دوست دارم که این قضیه هرچی زودتر تموم بشه. من هنوزم بعضی موقعا که خونه میمونم این صدا رو میشنوم. امیدوارم که زندگی بدون ترسی داشته باشید و خودتون رو درگیر این مسائل نکنید. خدا نگهدار همتون. خب دوستان، این داستانم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه.